بله سلام علیکم، بفرمایید. خسته نباشید آقای انزلی. سلامت باشید برادر عزیز. جواد هستم از تماس گرفتم. آقای جواد؟ بله بله. بفرمایید جواد جان برادر عزیز، صدای شما داره پخش میشه. چند وقت پیش تماس گرفتم، گفتم این فیلمایی از پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام که پخش کردید. عملا میخوام اگر به تهیه باید کتاب بخونید و تهیه کنید. بعضی از این فیلم ها در سایت یوتیوب شبکه جهانی کلمه هست. شما به سایت یوتیوب شبکه کلمه اگر که مراجعه بکنید در اونجا میتونید که این فیلم ها رو در اونجا دریافت بکنید. بعد از سوال دیگه داشتم، پیامبر در مورد دوری حالا که دوری که گفت شیعه حضرت علی شیعیان تو در بهشت باشن، وقتی میگم این گروه شیعه از نظر شما کدام گروه هست؟ باشه چشم، در این موردم صحبت میکنم. تشکر از شما. ممنون. تشکر از شما، خدا نگهدارتون. بله ما هم میگیم هر کس که پیرو علی باشه در جنت است. شیعه یعنی پیرو. هر کس که شیعه واقعی علی باشه در جنت است. برای من سنی میدونید که ما تقیه نداریم، نفاق دروغ ما بهش اعتقاد نداریم. مثل آخوندها نیستیم بگیم که 19 دین التقیه، 9 دین تقیه است. تقیه یعنی چی؟ آنچه که در دلت هست پنهان بکن و آنچه که به زبان میگی غیر آن چیزی است که تو در دل پنهان داری. امروز در ظاهرشون رو دیدید، میان در منابر میگن که ما با سنی‌ها برادریم، در کتاباشون مینویسن که اینا از خوک و سگ و فلان هم نجس‌ترن. من میگم که علی امام است، امام هدایت. کسی که پیرو واقعی علی باشد در جنت است. کسی که در این شک داشته باشد کافر است. کسی که شک در این داشته باشه که پیرو علی، پیرو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در جنت نیست، مسلمان نیست. از این بیشتر دوست دارید بشنوید؟ اما پیرو واقعی، نه اینکه ادعا باشه. خیلی ها ادعا میکنن، حتی منافقین هم در زمان پیامبر ادعا میکردن که ما مسلمان هستیم، ادعا میکردن که پیامبر رو دوست دارن، اما ادعا چیز دیگه است، عمل چیز دیگه است. باز همون آیه رو تکرار میکنم. الله سبحانه و تعالی میگه که قل ای محمد بگو ان کنتم تحبون الله، اگر که الله سبحانه و تعالی رو دوست دارید، ادعا میکنید که الله رو دوست دارید، فتبعونی، پیروی بکنید از من، از پیامبر پیروی بکنید. پیامبر که سید و سردار اهل بیت است. مگر علی چیزی غیر از حرف پیامبر میگفت؟ علی کسی بود که در راه دین، ببینید با معاویه چرا جنگید؟ با مخالفینش چرا جنگید؟ و ما به این اعتقاد هستیم، این اعتقاد اهل سنت است که در همه جنگ هایی که بین علی و مخالفینش صورت گرفته، علی برحق بوده، علی امام بوده، علی خلیفه برحق بوده، علی واجب الاطاعت بوده و کسانی که بر ضد علی جنگیدن باقی بودن. اینو من نمیگم، اینو علی نمیگه، اینو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه، اینو قرآن میگه. در سوره حجرات و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، در ادامه و این بغت احداهما علی الاخرى، این یکی از گروه مؤمن که بر گروه دیگر بغاوت بکنه، شما میگه با اونها بجنگید. قرآن میگه با اونها بجنگید، ولو اینکه مسلمان باشن، ولو اینکه معاویه باشه، ولو اینکه عایشه باشه، ولو اینکه هر کسی میخواد باشه. وقتی که در مقابل امام، در مقابل خلیفه‌ای که مسلمان ها باش بیعت کردن و به عنوان خلیفه تعیین شده، حضرت علی در نامه 6 نهج البلاغه میگه اگر کسی از بیعت سربازد اونو بکشید. اگر نصیحتش کنید به راه برگشت، خوب، نامه 6 نهج البلاغه رو بخونید، میگه اگر به راه مسلمان ها برگشت، خوب، برنگشت بکشیدش. علی برحق بود، علی خلیفه بود. علی مگر خارج از قرآن صحبت میکرد؟ توی شیعه پیرو علی شو، جای تو بر سر چشمان ماست، تو برادر ما هستی،
هیچ مشکلی هم با تو نداریم، اما پیرو علی باش، نه ادعا بکن، نه اینکه برو تو حسینی رو سر کله خودت بزن که آی حسین وای حسین. حسین به خاطر چی به شهادت رسید؟ به خاطر توحید، به خاطر یکتاپرستی، به خاطر اینکه اعلای کلمت الله باشه در جامعه. حسین رفت خودشو قربانی کرد. تویی که به سر کلت میزنی آی حسین کشته شد، خونش چی شد، ریخته شد، به سر و سینه زنجیر بزن، قمه بزن، علم بردار. از حسین چه آموختی؟ به خدا هیچی نیاموختن از حسین، نه درس آزادگی از حسین آموختن. همینایی که ادعا میکردن پیرو حسین هستن، روزهای عاشورا لباس مشکی میپوشیدن، در کهریزک و در ایوین به ناموس ملت تجاوز نکردن، به زن و بچه مردم تجاوز نکردن. اینها پیرو حسین هستن. شما رو به خدا امروز حسین زنده بشه، اولین کسی که از اونها اعلان براءت خواهد کرد حسین است. اینی که امروز نشسته ولی فقیه، نائب برحق امام زمان، وضعیت زندگیش رو ببینین. آیا علی اینطوری زندگی میکرد؟ علی و عمر و ابوبکر میگفتن اگر در مدینه زندگی میکردن، میگفتن اگر در کوفه، در عراق یک الاغی از روی پلی رد بشه و حفره‌ای در این پل باشه و پای این الاغ وارد این حفره بشه و بشکنه، ما مسئولیم در پیشگاه خداوند. اینایی که امروز ادعای شیعه‌گری میکنن، ادعای ولایت فقیه میکنن، ادعای نایبی امام زمان میکنن، ادعای پیروی از علی میکنن، کجای کارشون به عدالت علی میمونه؟ به حکومت علی میمونه؟ امام زین العابدین امام بود، سید الساجدین، زین العابدین. روزی که از دنیا رفت، وقتی که میخواستن ایشون رو بشورن، دیدن که شانه مبارکشون راه سیاه سیاه کبود شده. گفتن این اثر چیه؟ برید از اهل بیتش بپرسید کسی اینو شلاق زده، چی شده که اینطوری سیاه کبود شده؟ گفتن که شبها گونی بر می داشت، غذا داخلش میذاشت، تا صبح پشت در مستمندان مدینه میرفت در میزد، به اونها کمک میکرد. روزی که امام سجاد، امام زین العابدین علی ابن الحسین از دنیا رفت، بیش از 350 خانواده در مدینه بی سرپرست شدن. کجای حکومت خامنه‌ای به امام سجاد میمونه؟ کجای حکومت خامنه‌ای به امام علی میمونه؟ امروز میلیون ها نفر در ایران در بدترین وضعیت زندگی دارن به سر میبرن. امروز مزدوران خامنه‌ای دارن در سوریه و در عراق مسلمان ها را قتل عام میکنن. اینا پیرو علی هستن؟ ای کاش پیرو علی می بودن. اگر اینا پیرو علی می بودن، اولین کسی که با اینها بیعت میکرد من بودم. اولین کسی که با اینها بیعت میکرد اهل سنت بودن. ای کاش پیرو واقعی علی می بودن. دین اسلام رو خلاصه کردن در چی؟ به ابوبکر و عمر و عثمان لن بفرست، عاشورا که شد به سر کله خودت بزن، ایام فاطمیه رو بهانه بگیر، هرچه بد و بیراه هست به اهل سنت و به صحابه پیامبر و به اهل بیت پیامبر بگو، تموم شد. دین همینه. تشیع یعنی این تشیع است که اینها امروز دارن از اون نمایندگی میکنن در بین مسلمان ها. Oh